سلام، من دوباره اومدم بیرون. الان ظهر، اینجا نزدیک خونه ماه. من یکم بخرم مواد غذایی و ملتم اومدن. امروز جمعه است و دیشب یکم سرصدا شد ولی خوابیدیم. دیشب یکم من خیلی چیز شده بودم، خیلی صداهای خیلی وحشتناک بود. دیگه بیدار شدم با لباس خوابیدم، توییتم کردم. منتها الان خوب و بعد ملت رفتن نماز جمعه. من حقیقتش خواستم برم نماز جمعه، اما دیدم که اگه برم نماز جمعه، چون قاعدتا نمیرم نماز جمعه، تعجب میکنه. لذا از اونجایی گفتن توی زندگی تو الان روتین زندگی تو روتین زندگی تو به هم نزنین. من تصمیم گرفتم که روتین رو به هم نزدم و نماز جمعه نرفتم دیگه. من به کار عادی خودم بپردازم. الانم که دارم میرسم سر خیابون ستارخان این توحید خریدی بکنیم و برگردیم خانه و به سختی دوباره به اینترنت وصل بشیم. اینترنت یکم بهتر باز شده و دسترسیمون بیشتر شده الحمدلله. همچنان در تهران هستیم و به شما سلام میکنم. امروز 30 خرداد 1404 و فکر کنم میشه 20 ژوئن 2025. خدا نگهدار.